به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب شخص اول، زندگی نامه ولادیمیر پوتین از زبان خود و نزدیکانش. این کتاب نوشته 3 نویسنده هستش که کنار هم نشستن و از آقای پوتین سوالاتی پرسیدن و ایشون به این سوالات جواب داده که بیشتر حق این نویسندگی رو به نام خود آقای پوتین روی این کتاب چاپ کردن. ولادیمیر پوتین از زبان خود و نزدیکانش، ناتالیا گورکیان، ناتالیا تیماکوا و آندری کولیسونکوف و ترجمه فروغ پوریابری هستش که نشر سالس در سال 1401 این کتاب رو چاپ کرد. این کتاب بسیار جذابه، بسیار زیباست. البته مطالب خیلی زیادی در اختیار من نیست، ولی همین قدری که هست برای شما میخونم و اگر خوشتون بیاد برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. زمانی که ولادیمیر پوتین در آغاز راه بود و هنوز به حاکمی مقتدر تبدیل نشده بود، بدون ملاحظه بعضی از اسرار زندگیش را فاش می‌کرد. به راحتی اجازه می‌داد سوالاتی از او بپرسند که این روزها کسی جرأت نمی‌کند درباره‌شان چیزی بگوید. علاوه بر این، اعضای خانواده و نزدیکان و دوستانش و حتی معلم دوران مدرسه اش نیز بی‌پروا راجع به او اظهار نظر می‌کردند و جنبه‌هایی از زندگی او را بازگو می‌کنند که چه بسا اگر امروز بود به هر ترفندی جلوی افشای آنها را می‌گرفت. در این کتاب ولادیمیر پوتین راجع به خودش و دیگران میگوید و نزدیکانش نیز درباره او سخن میگویند. خواننده باهوش میتواند از دل سخنان پوتین و نزدیکانش و گاهی حتی تناقض‌گویی‌هایشان دریابد که کدام گفته‌ها صحت دارند و کدام نه. چه چیز در زندگی ولادیمیر پوتین وجود دارد که تا به حال گفته نشده است؟ چه او یک ابرقهرمان و چه یک دیکتاتور ترسناک باشد، نکته مهم این است که او گذشته بسیار جالب و جذابی دارد. این کتاب برای علاقه‌مندان به سبک کتاب بیوگرافی، تاریخ و سیاست پیشنهاد می شود. کتاب پیش رو در برگیرنده گفتگوهای 3 نویسنده با ولادیمیر پوتین، سیاستمدار مهم و تأثیرگذار روسیه است. در این گفتگوها مطالبی در باب زندگی، تحصیل، مناصب و مراحل پیشرفت پوتین بازگو می شود. در این کتاب همچنین آمال و آرزوهای مرد اول روسیه برای آینده کشورش را در عرصه جهانی بازگو می کند. پوتین در این کتاب خود را محصول کاملا ایدئال نظام تربیتی شوروی معرفی می کند. خودش می گوید فقط یک مسئله بود که بیش از هر چیز دیگر او را تحت تاثیر قرار می داد و آن اینکه چطور می شود با قدرت کمی در حد توانایی یک انسان کاری انجام داد که یک ارتش قادر به انجام آن نیستند. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: مسلماً من لات بودم، نه پیشاهنگ. واقعاً میگویم من جزء اوباش محله بودم. در واقع داستان زندگی من خیلی ساده است. همه چیز جور شده است. مدرسه را تمام کردم. به دانشگاه رفتم. دانشگاه را تمام کردم. کاگبه رفتم و از کاگبه دوباره به دانشگاه رفتم. از دانشگاه پیش سابچاک، از پیش سابچاک به مسکو به اداره امور ریاست جمهوری، سپس به
دفتر ریاست جمهوری، از آنجا به FSB، بعد نخست وزیر شدم و در حال حاضر هم قائم مقام ریاست جمهوریم. همین. در این کتاب با قسمت‌های متنوعی روبرو میشیم. ابتدا پیشگفتار هستش، فصل بعدی پسر، فصل بعدی بچه مدرسه‌ای، فصل بعدی دانشجوی دانشگاه، فصل بعدی متخصص جوان، فصل بعدی جاسوس، فصل بعدی دموکرات، فصل بعدی بوروکرات، فصل بعدی خانواده، مصاحبه با لودمیلا پوتینا و فصل بعدی سیاستمدار هستش. اما تکه هایی از پیشگفتار. ما با ولادیمیر پوتین 6 بار به گفتگو نشستیم و هر گفتگویمان تقریباً 4 ساعت طول کشید. در خلال این گفتگوها هم او و هم ما صبور و روادار بودیم. گاه ما پرسش‌های دشوار و ناراحت کننده مطرح می‌کردیم و گاه او دیر می‌آمد یا از ما می‌خواست ضبط صوت را خاموش کنیم. می‌گفت این دیگر خیلی خصوصی است. ما در این جلسات کت نمی‌پوشیدیم اما کراوات می‌بستیم. جلسات گفتگویمان معمولاً دیر وقت برگزار می‌شد و فقط یک بار به دفترش در کرملین رفتیم. چرا این مصاحبه را کردیم؟ در اصل می‌خواستیم به پرسشی پاسخ بدهیم که ترودیر رابین از فیلادلفیا اینکوایر در داووس در ژانویه مطرح کرده بود. پوتین کیست؟ سؤال رابین خطاب به جمعی از سیاستمداران و بازرگانان برجسته مطرح شده بود و به جای پاسخ مکث شد. ما احساس کردیم این مکث خیلی به درازا کشیده است. خود پرسش هم پرسش مشروعی بود. این آقای پوتین کیست؟ سر میز شام با پوتین درباره زندگیش حرف می‌زدیم. روال مردم روسیه این است که پوتین گاه دیر وقت می‌رسید. پلک‌هایش افتاده بود و خسته و هلاک نشان می‌داد، اما هرگز گفتگو را قطع نمی‌کرد. فقط یک بار وقتی پاسی از نیمه شب گذشته بود مؤدبانه پرسید: بسیار خوب، سوال‌هایتان تمام شده یا درباره موضوع دیگری حرف بزنیم؟ پوتین گاهی مکث می‌کرد تا درباره سوال فکر کند، اما بالاخره همیشه جواب سوال را می‌داد. برای مثال یک بار از او پرسیدیم: آیا هرگز به او خیانت کردند؟ او مدتی طولانی مکث کرد. دست آخر تصمیم گرفت بگوید نه، اما بعد برای شفاف‌سازی گفت: دوستانم به من خیانت نکردند. ما به دنبال دوستان پوتین گشتیم، کسانی که او را خوب می شناختند یا نقش مهمی در زندگیش ایفا می کردند. ما به داچای پوتین هم رفتیم و با چند زن مواجه شدیم. همسرش لودمیلا، 2 دخترش ماشا و کاتیا و یک سگ پودل به نام توسکا که شبیه اسباب بازی بود. ما به متن این مصاحبه حتی یک سطر ویرایشی اضافه نکرده ایم. این کتاب فقط حاوی پرسش‌هایمان است و اگر سوال‌های ما پوتین یا قوم و خویش‌هایش را به یاد گذشته‌ها می‌انداخت و یا به فکر وامی داشت، سعی می‌کردیم رشته کلام یا فکرشان را پاره نکنیم. همین است که شکل و روال کتاب کمی غیرعادی است و به تمامی متشکل از مصاحبه‌ها و تگویی هاست. تمام مصاحبه‌های این صفحه ضبط شده است. شاید سوال‌های ما به پرسش پیچیده این آقای پوتین کیست جواب ندهد، اما دست کم ما را به درک این رئیس جمهور جدید نزدیکتر خواهد کرد. روانشناسی شخصیت ولادیمیر پوتین یکی از جذاب‌ترین موضوعاتی است که هم روانشناسان و هم تحلیلگران سیاسی به آن پرداخته‌اند.
شخصیت او ترکیبی پیچیده از تجربه‌های کودکی، تربیت سختگیرانه، آموزش اطلاعاتی و میل شدید به کنترل و قدرت است. بیایید چند محور کلیدی را بررسی کنیم. انکار احساسات و سرکوب عاطفی. در خاطرات کودکیش پوتین از مرگ برادرش و بیهوش شدن مادرش از گرسنگی صحبت می کند. اما هیچ اشاره‌ای به احساسات خودش ندارد. این نوع انکار عاطفی می تواند نشانه‌ای از مکانیزم‌های دفاعی قوی باشد. او یاد گرفته که برای بقا احساسات را سرکوب کند. این ویژگی بعدها در رفتارهای سرد، کنترلگر و گاه بیرحمانش در سیاست دیده می شود. تربیت سختگیرانه و پدر مقتدر. پدر پوتین فردی جدی، با وقار و خشن بود که فرزندانش را نوازش نمی کرد. این نوع تربیت باعث شکل‌گیری شخصیت‌هایی با نیاز شدید به اثبات خود و جبران کمبود محبت از طریق قدرت طلبی می شود. پوتین در بزرگسالی به دنبال کنترل کامل محیط اطرافش است. شاید برای پر کردن همان خلأ عاطفی. میل به قدرت فردی فراتر از ساختارها. پوتین میگوید چطور یک شخص تنها میتواند کاری کند که یک ارتش نتواند؟ این جمله نشان دهنده باور عمیق به قدرت فردی و تمایل به ایفای نقش قهرمان تنهاست. چون این دیدگاهی اغلب در شخصیت‌های خودشیفته با گرایش‌های مأموریتی دیده می‌شود. افرادی که خود را مأمور نجات یا هدایت ملت می‌دانند. تحلیل رمز عملیاتی، فرصت طلبی به جای راهبردسازی. بر اساس مقاله علمی، پوتین بیشتر یک فرصت طلب سیاسی است تا یک راهبردساز بلند مدت. او به جای داشتن یک فلسفه منسجم، بیشتر بر اساس موقعیت‌ها تصمیم می‌گیرد. این ویژگی نشان دهنده انعطاف پذیری بالا، اما همچنان عدم تعهد به اصول ثابت است. ویژگی که در رهبران اقتدارگرا رایج است. خب بیشتر از این دیگه در اختیار من نیست. امیدوارم اگر به بیوگرافی های سیاسی و تاریخی علاقه دارین حتما برای خودتون بگیرین و روانشناسی تحلیلی که بر شخصیت ولادیمیر پوتین هستش رو در این کتاب مطالعه کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.